سلام، وقتتون بخیر. اسمم علیرضا احمدلوه. امروز در خدمت یکی از بهترین پلیرهای دنیای گلیاپوچ از ایران هستیم، آقای محمد طایفانی عزیز که امروز در دون کلاب چیتگر زیارتشون کردیم و وقتشون رو گرفتیم که ان شاءالله چند تا سوال ازشون بپرسیم در مورد اینکه بچه‌ها اگه دوست دارن گلیاپوچشون خوب شه، روش پخش گل، نمیدونم تگیریشون هرچی هست، محمد آقا یه راهنمایی ریزی کنه خدمتتون. محمد آقا عرض ادب و احترام، خیلی خوشحالم ممنون که یهویی برنامه ما پذیرفتید. شما دارم مرسی از شما بچه عراق، اولا که مخلص بچه عراق هم هستید، خیلی هم بچه باعث شدم، همچنین شما که اومدید به تیم دارید، بچه خیلی هم خوبی هستید، تیم عالی دارید، هم خوب بازی می‌کردید، هم خیلی هم تیم‌ها رو اذیت کردید. اینم من در جریان بودم. اولی که دمتون گرم، باعث افتخار من بوده. دوم اینکه گلیاپوچ کلا یه چیزی که فقط با تمرین زیاد میتونی بهترین بشی. هیچی جز تمرین رو نمیخواد. شما اگه بهترین تمرین رو داشته باشی، بتونی با دست خیلی خوب بازی کنی، جز اون هیچ چیزی رو نمیخواد. این که میگن یه ترفند داره، این که میگن با فلان حرکت نداره. حالا گلگیری به نظر قلق خاصی داره. مثلا من حالا چند تا بچهای قبل از این صحبتتون رو قطع کردم. ما آقا مرحله مقدماتی خودمون خود ماشاءالله دو سه تا، البته من که خودم چی ندارم، بچه‌ای که از برای مادر خودم با هم دیگه اومدیم تو مقدماتی هم گروه بودن و هم سعادتی بود برامون. ماشاءالله سه چهار تا تک خوب زدن به بچه‌ها. اون قلق گلگیری الان بچه‌ها تو بیشتر کردن یه خورده راحت‌تر بگم. راحت باش بچه‌ها. بچه شما که من با بچه شما رو بازی داشتم، 2 تا 3 تا امتیاز اول و خیلی هم خوب بازی کردن. ما وقتی 2 تا امتیاز اول ازشون تک زدیم، این پلیر وسطی اوستاشون یه خورده استرس کرد. اومد بازی ساده. من اونجا بهش نگفتم، ولی آخر بازی بهش گفتم شما بزرگترین اشتباهی بود که بازی خودتو ول کردی، اومدی ساده بازی کنی که در نره. که برعکس شد، همون باعث شد یه سبک جدیدی بیاد تو بازی که من شاید بتونم راحت‌ترم بزنم. ولی اگه همون روال رو ادامه میداد، سبک بازی خودش رو میکرد، احتمال اینکه نتونیم بزنیم هم هست. گل گرفتن هم ببین 80-90 درصدش حسیه. یه سری فاکتور کنار هم میچینیم، از نوع دست، چهره، نوع بازی، عکس صورت، حتی پخش، همه اینا رو کنار هم میچینیم تو بتونی گل در بیاری. صدی وجود نداره که بگی آقا 100% تو دست رو ببینم، اصلا وجود نداره. ولی خب اینا رو بچینی 90 جریان خالی بازی کردن، از اول که شما گل می‌کنید تا آخر که بازی می‌دید، دست می‌گیرید، چهره، استرس طرف، نوع بازی، از کنار این هم بچینی کنار هم میشه داره. مرسی. یه سوال دیگه ازتون داشتم. تو پخش گل برای اینکه ذهن حریف و مثلا تو بازی تورنمنت مثلا ما خودمون بچه‌ها هر خیلی زحمت می‌کشن تورنمنت رو، از همشون تو همین ویدیو تشکر می‌کنم. حتی کسی که الان داره ویدیو ما میگیره تو این شرایط خاص، یه دونه تورنمنت جایزه بزرگ داره که تبلیغش کردم. تبلیغش اینه که جایزه به جز مبلغی که دارن یه پرواز اسمش هم نمیدونم سخت است، همینا که چت میرم میندازم از اونها. حالا بچه‌ها چنل خودمو داشته باشید، حتما بهتون میگم چیه ادستری و اینا تبلیغات رو می‌کنم برای پخش گل تو تورنمنت. اما خودمون تو تورنمنتی که بازی کردیم، تورنمنت آخری، یکی از بچه‌ها مجموعه خوب عراق مجموعه طوفان گذاشت 32 تیمه، ما تا مرحله نیمه نهایی رفتیم. خودمون دوستامون هم آقای محمد بود که توپل آره بله که گل داشت میاد، آقای 77 خوب، خیلی گلگیر خوبیه تو عراق. اما تو پخش گل مثلا ساده بازی کنیم تو تورنمنت، نمیدونم اصلا بازی کرد. همینو اول قبل که شما ادامه صحبت فرزادتون میذارم میگم. شما اگه یه سبک بازی رو دارید، مثلا بازی نمایشی رو می‌کنید، شما کننده کار که بتونی بازی نمایشی از اول که شروع می‌کنید تا آخر همون بازی رو ادامه بده. چرا عوض نکنید؟ عوض نکنید، حتی اگه بخواید ببازید. ولی اینکه شما زیبا بازی کنی، بتونی کارو خودت انجام بدی، هم قشنگ‌تره، هم ذهن حریف گول می‌خوره. ولی وقتی اون موقعی که شما بازی نمایشی رو می‌کنی، گل از دست میدی، بعد میای بازی ساده، این راحت‌تر هم اتفاقا به نظر میشه گل در آورد. چرا بازی خودت نمی‌کنی؟ اصلا مجبوری نباید نگاه کنی، بازی خودت رو بکنی، ادامه بدی بدون استرس. این طرف یه خورده گم بشه توی این موضوع خیلی بیشتر. آقا دستتون درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی، افتخار دادی. شاکریم، ان شاءالله تو عراق ببینیمتون. همین فرمایش صحبتی با بیننده اگه دارید در خدمتتون. شما بچه عراق هستید، در محمدتون گرم. حالا نماینده‌تون بوده، اینجا ما از نزدیک زیارتشون کردیم. بزرگوارتون. گلیاپوچ کلا الان خیلی ترند شده، خیلی واق شده. بله. بچه‌ها هم نشون دادن که کلا بازیکنی خوبی دارن توی، یه استعداد دارن توی بازی. امیدوارم بیشتر اینا رو من اونجا رو بتونید که باشون بیشتر بازی
دست شما درد نکنه. رفقا چنل یوتیوب ما علیرضا احمدی سابسکرایب فراموش نکنید. بعد با دستا رو فول کن. آخر ویدیو یونین گل کجاست؟ گل نشون بده. این گل. ماشاءالله. آقا گل حدس بزن در کنار محمد آقا اعلام منبع. کسی که گل درست حدس بزنه یه جایزه نقدی تو کانال یوتیوب تو کانالمون کامنت بذارید. محمد آقا گل بده، کامنت ها جواب بده و ان شاء الله جایزه نقدی رو برنده شما. تو این 4 دست گل کجاست؟ رفن حق یا علی. خداحافظ.